قال رسول الله قال الله عز وجل، خدا اینجوری فرموده. یعنی حدیث قدسیه. من اهان لی ولیا فقد ارصد لمحاربتی، کسی که ولی از اولیاء من رو جسارتی بهش بکند با من به جنگ برخاست. خدا میفرماید به پیغمبر اکرم، به حضرات معصومین، به اولیاء الهی، به یه عالمی که در راه خدا داره جهاد میکنه، داره خدمت میکنه. امروز مثلا به کسی که در رأس حاکمیت الهی نشسته، به مقام معظم رهبری، به امام رحمت الله علیه یه جسارتی بکنه، با من مستقیم به جنگ برخواسته. یه موقع انسان با یه حکم خدا معارضه میکند، به واسطه او با خدا به معارضه برخواسته. اما اگر با ولی الهی معارضه، مستقیم با خدا به جنگ برخواسته، جای هیچ تسامحی از اون طرف نگذاشته، لذا زود به ذلت کشیده میشود.